همه نعمتهای خداوند شکر می‌طلبد. شکر در حقیقت عامل قدرت بخشیدن به ما و شماست. شکر نیاز خدا نیست. با تشکر ما از خداوند خدا رو تقویت نمی کنیم. با تشکر ما و شما خودمون و جامعه خودمون و نسل آینده تقویت می کنیم. با تشکر واقعی از خداوند و ارج نهادن به نعمتهای خداوند سبب می شود که درهای برکتهای آسمان باز بشود و همیشه برکت ببارد بر زندگی بشریت. در حقیقت کلید آسمان دست ما و شماست. نکنیم از خداوند معذرت خواهی بکنیم، چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از خداوند بطلبیم که یک بار دیگه ما رو تحویل بگیره. ولی امروزه برعکس شده. خداوند التماس بنده میکنه ما رو تحویل بگیر. بابا باور بکنید تو زندگی انسان قدرتمندتر از این جمله نیست. الحمدلله. همیشه متعادلی، همیشه قوید، همیشه شادابید، همیشه شادید. هیچ موقع نقصی در زندگی احساس نمیکنه وقتی میگه الحمدلله. در هر دو حالت سر پایید، مستقیمید، معتدلید، توانمندید، چون تکیهگاهت اللهه. وگرنه دچار ضعف میشی. باور بکنید دچار ضعف میشی. کسی که نگفت الحمدلله دچار ضعفه، بدبخته، پریشانه، پراکنده است. با هر بادی میلرزه، با هر طوفانی میلرزه، با هر کم و کاستی در زندگیش، با هر مشکلی زانو میزنه. مگر اونایی که میگن کار خدا شکر خدا، الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون، هیچ موقع مغرور نمیشن و هیچ موقع هم کم نمیارن تو زندگی. شب قدر است که نور از آسمان بر آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگ رگ جان و جهان خیزد. خداوند شب قدر رو فرستاده، گفته رحمتم در این شب اونقدر وسعت دادم که اگر عمر گناه 83 سال هستم من میبخشم. عمر گناه من و تو شاید 20 سال باشه، عمر گناه خیلی از جوانا شاید 5 سال باشه، 2 سال باشه. میگه اگر گناه 83 ساله، گناه به اندازه 1000 ماه و بیشتر از 1000 ماهه، من یک شبی دارم که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. از 1000 ماه گناه تو بهتره و گناه 1000 ماهه و 83 ساله تو را. نور ایمان روشنایی است. همطوری که این نور ما را آرامش میده، نور ایمان دیگه آرامشش خدا میداند. الله نور السماوات والارض. امام ترمذی روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که نور ایمان بر دل مؤمن و بر دل مسلمان و بندگی خدا وارد شد، انفسح، دل وسیع میشه، و انشرح، و آرام میگیرد. سوال کردن یا رسول الله ما علامت ذالک، علامت و نشانه این که دل وسیع میشه و منشرح میشه چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی دل آرام گرفت و وسیع شد، الانابة الی دار الخلود، مشتاق آخرت میشه. آسیه زن فرعون بود، رامز دوم.
این همه خدم و حشم و قصر، اما بر دین موسی داخل شد علیه السلام، عبد خدا. از زمانی که خداوند بصیرت آسیه را درخشاند و عبد رب العالمین شد و بر دین موسی و هارون وارد شد، دیگه همیشه دعا میکرد، بی طاقت شده بود. دعاش بود رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا ما را به خانه خدا برسون و شهر پیامبر، و ما را مرگ ما را همونجا قرار بده که تو شهر پیامبر بمونیم. من خیلی ها رو میشناسم، پیرمردای فقیر، پیرزنهای متواضع و مسکین، دعاشون مستجاب شده، رفتن حج، همونجا موندن. 2 میلیون حاجی در عرفات حاضر شده بر جنازه‌شون نماز خونده. پس مردن در مدینه یک شرفه، یک سعادته، یک امتیازه. در جمع 10,000 صحابه نورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شدن. مواظب نکته های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلافاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. از هر چه کردم یا اله استغفر الله العظیم، از جمله جرم و گناه استغفر الله العظیم. از هر چه کردم یا اله استغفر الله العظیم. چقدر خوب انسان‌های خوب وقتی گم میشیم از اون سوال بکنن و فلانی نیست، کجاست؟ چقدر امروز ارتباطات نزدیک شده و چقدر خوبه که انسان وقت بذاره دنبال گم شده هاش. اگر من تو رو برادرم بدونم، اگر گم شدی دنبالت میگردم، ولی وقتی من فکرم اینه که تو غریبه هستی، تو قوم خویش من نیستی، من چطوری دنبالت میگردم؟ من دنبال بچه خودم میگردم. اگر این احساس نازیبا و نادرست به من دست پیدا کرد، راه پیدا کرد که تو برادر من نیستی، اون خواهر من نیست، اون بچه من نیست، من چطوری احساس میکنم احساس مسئولیت که دنبالت میگردم؟ ولی اگر من گفتم که تو برادر منی و تو فرزند من، امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. چقدر ما نیاز به روز جمعه داریم، چقدر ما نیاز به خانه خدا داریم. تو خانه هامون کنار زن و بچه‌مون امکانات فراهم، احساس امنیت نداریم، خوابهای عجیب و غریب میبینیم، کابوس میبینیم. اینجا محل آرامش هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. تو باید فراموش نکنی که جایگاه من و تو جایگاه عبد بودنه. عبد یعنی بنده، اون رب العالمینه.
لمن الملک اليوم. همه ملوک دنیا، فرمانروانای این دنیا که در دنیا ظلم کردن، در دشت محشر سرشون میندازن پایین، جواب نمیدن، جرأت نمیکنن جواب بدن. اعلام میکنه لمن الملک اليوم، امروز فرمانروایی مال کیه؟ کسی جواب نمیده. بار سوم تکرار میکنه امروز اون شاهنشاه بزرگ کیه؟ شاه شاهان کیه؟ ملک الملوک کیه؟ فرمانروای مقتدر دیگه خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار. امروز فرمانروایی از آن الله. پروردگارا تو خالق همه زیبایی ها هستی، منشأ همه زیبایی ها و هنرنمایی ها فقط تویی. ان الله جمیل. خدایا تو زیبا آفرین و زیبا پسند و زیبایان را دوست می‌دارید. یحب الجمال. ان الله جمیل. خداوند زیباست و زیبا پسندان را و زیبایی را دوست می‌دارد. یحب الجمال. از زشتی ها بدش می‌آید، از زشت پسندان بدش می‌آید. صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ما خود تو را ندیدیم، فقط نام خوشت شنیدیم. و رفعنا لک ذکرک، نام خوشش شنیدیم، شیفته و دلباختر شدیم. اسمش برده میشه، دلهامون میلرزه، چشمامون میلرزه. اون چه مهربانی بود، چه انسان دوست داشتنی بود، چه رحمت مهداتی بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نه تنها برای انسان ها، نه تنها برای مسلمان ها، نه تنها برای بشریت، بلکه برای همه موجودات رحمت بود. چرا نباشه؟ یکی از احادیثش اینه ان الله کتب الاحسان علی کل شیء. خداوند نیکی رو در حق همه چیز واجب کرده.